درود بر شما. درود بر شما، شبتون خوش خانم مغفرت عزیز. خوب شب هستین؟ شما تشکر، سپاسگزارم. خیلی شب از شما هم خوش. شب شما هم خوش باشه. خیلی از آشنایی با شما خوشبختیم خانم مغفرت عزیز. سلامت. من هم تاجیکستان خوشحالم. تشریف دارین باعث شما؟ افتخارم. باعث افتخار ماست. بله. خب سلامت شاید باشین. یک بده. سلامت سلامت باشه. باشین. خب خانم مغفرت عزیز، دوست داریم با شعرهای شما، با سبک شما و ادبیات شما آشنا بشیم. خب. تشکر. در نگاه بدی کوته نظران گرد غلم، من نماینده مهرم که چنین از ازلم. نیست در طینت من مکر و فریب دیگران، مثل آینه زلال است دلم هم عملم. به به. دورم از خشم و جفا، اهل وفای و صلحم، پیش همسایه و هم نوی خودم بیمغلم. ظاهرا خنده به لب دارم و غمگینم، چون نیست طفلی که کند خنده بر روی بغلم. به سراغ دل مجروح نمی آیی آه، کاش اندوهی مرا دیده بودی در غزلم. به به. به. از چه گریانی چنین ای ابر ابریشم نواز، میکنی بیدار شهر خفته را از خواب ناز. من نمیدانم چی میخواهی تو از چشمی ترم، من نمیمانم کسی آید به خلوتگاهی راز. زندگی را با همه غمها پذیرفتم دریغ، گریه کن با من که غافل ماندم از شیب و فراز. خنده از من کوچ کرده، بخت رو گردان شده، بس که کوتاه است پیش ناکسان دستی نیاز. ریز باران و بشو داغ دل غمناک را، زانکه من نشناختم دشمن به این چشمانی باز. خانم من بیشتر محو صداتون شدم، شما چه صدای زیبایی دارین. پس گذارم. خیلی زیبا لطف داره میخونین، خیلی خانم. صدای زیبایی دارین، واقعا عالیه. شما هم صدای خوب داره. ما هم لطفاً. اهل جامعه تاجیکستان شعرخوانی شما را، شعرهای شما را بسیار دوست مرسی، می‌داریم. باعث افتخاره. ولی واقعا شما احیانا تو رادیو جایی دکلمه یا صدا پیشگی بله. نمیتونید. بله. من 20 سال کارمند رادیو تاجیکستان بودم. مشخصه، کاملا صدا کاملا رادیویی، زیبا و آرام بخش. لذت میبرم واقعا. ممنونم از توجهتان. خواهش میکنم. بسیار لطف دارید. خواهش میکنم، نه واقعیت رو میگم. ممنونم. بفرمایید، ببخشید من به هیجان زده شدم، میونه کلامتون پریدم. دیگر بس است آب کن از سینه سنگ ها، شعر بگو به خاطر ناموس و ننگ ها. قلبم گرفت از همه قلبم گرفت از همه این مکر روزگار، بیزارم از شنیدن فریاد و جنگ ها. چیزی که نیست از خودت از دیگران مگیر، کو آن همه تکبری تیموری لنگ ها. رخسار لاله رنگ خودت را نگاه کن، دیگر چی لازم است به این آب و رنگ ها. هر جا که هست آهوی اندیشه رها، حیفا که هست تومه شیر و پلنگ ها. در دست ها به جای گل و یک بغل کتاب، دیدم دریغ تیغ و کمان و تفنگ ها. دیگر بس است از غم و از یأس ها مگو، از گل بگو پیامبری فصل چنگ ها. به به. به به. به به. بسیار لذت بردیم. خیلی خوانش زیبا، شعر زیبا، ممنون. خب پس شما 20 سالی در رادیوی تاجیکستان صدا پیشه و بله گوینده کار بودین. کردم. بله. هنوز هم هستین یا بودین؟ نه، 1 سال و 1 ماه هست بیکارم، فقط دنبال کارهای ایجادی. و شکر خداوند 1 ماه پیش کتاب من در تهران در انتشارات خیراتگاه به تب رسید. به چه عالی. به نظرم شعراتون رو با صدای خودتون بخونید، آلبوم بدین با دکلمه خودتون و به همون انشاءالله. تخ... اون تخصص صدا رو به داره هر خانم. حال رها نکنید. سلامت باشید، بسیار خوشحال شدم. خواهش میکنم. مرسی. بسیار عالی. باز شعر دیگه برامون دارین در خدمتتون باشیم؟ اگر اجازت باشه. من یه شعر کوتاه خوشحال میشیم.
اها. در دل خود هوس خفته منم، عشق پاکیزه بین هفته منم. در دل باد صبا نرم و مهین، راز دیرینه ناگفته منم. در دل کوه غم عشق نهان، دانه گوهر ناسفته منم. در کجایی و کی آییم به هم، به تو ای یار دل آشفته منم. چون گل از دره الماسی، بر ره عشق تو بشکفته منم. به 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 به. مرسی، سلامت باشین، همچنان شکوفا باشین و امیدوارم که در شب‌های آینده هم شما رو دوباره در نگهستان ببینیم. منم خوشحال شدم، باعث افتخار است با شما صحبت خواهش کردم. می‌کنم، باعث افتخار منه. سلامت باشین، خدا نگهدار شما باشه، شب خوبی داشته باشین. متشکرم، خدا نگهدار شما.